اوکی خب بچه ها نگاه کنید، الان من داخل لابی ام، هیچ وی پی ان هم روشن نکردم، 85% هم شارژ دارم، ساعتم 8 و 12 دقیقه صبح. وی پی ان رو روشن میکنم و یکم منتظر میمونم. وارد بازی شد. همینقدر ساده و پرقدرت این وی پی ان که میخوام بهتون معرفی کنم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید و باگو نگاه کنید. باگو ببین، اسکین کو الان من دارم چی رو نگاه میکنم، خودشم که اینجا نیست. درود بچه ها، من دراگانم با یه ویدیو دیگه از من. خیلی خوش اومدین به این ویدیو، عاشق همه تونم و تک تکتون رو میبوسم از راه دور، هرچند که من گی نیستم. خب این وی پی ان یه سری توضیحات داره و یه سری دانس ها داره. دانس هاش چیه؟ شما باید وارد کانال تلگرام بنده بشید. وقتی که وارد کانال تلگرام بنده شدید، اون داخل کانال تلگرام یه دونه لینک قرار داده که وارد لینک میشید. میزنین رو لینک، وارد لینک میشین، وارد سایت میشین. البته بعد وقتی که وارد سایت شدین، خیلی راحته، یه ثبت نام میزنید. ثبت نامتون کامل شد، ایمیل و شماره همراهتون رو میخواد. زدین تموم شد، دانلود میکنین برنامه رو. داخل همون سایت زدید دانلود برای موبایل و دانلود برای ویندوز. حالا بستگی به شما داره که ویندوز داشته باشین یا موبایل. من موبایل بودم. موبایل رو دانلود میکنین، میرین داخل برنامه، همون اکانتی رو که داخل سایت ثبت نام کردین باهاش میرین داخل برنامه. شما داخل سایت ثبت نام میکنین و با همون ثبت نامی که کردین، یعنی همون اکانتی که ساختین داخل سایت رو وارد برنامه لژندری میکنید، یعنی واردش میشین. حالا این وی پی ان فقط برای سرورهای منا، یعنی اروپا و آمریکا، سرور آسیا اصلا نیازی به وی پی ان نداره. درست آره پینگ 120 160 اینا میده، ولی همون پینگی که اینجا ما داریم 60 میگیریم هیچ فرقی نداره، فقط عدداش علیکی زیاد شده، فاز دارن میدن بهتون. وگرنه من رفتم بازی کردم جستارتی رو دیدم، از اینجا هم بهتر بود. اون یوزی که تو داره از اینجا نمیکشه. سرور آسیا یه سری باگای پینگ داره، مثلا طرفو میزنی ولی چون پینگی تو خوب نیست، مثلا دانه ولی داره میدوه میره، دانه ها ولی داره میدوه اسنایپ میکنه مثلا که نه، واقعا من دیدم. حالا یه چالشی من در نظر گرفتم، میخوام با سابسکرایبرام دوئل بزنم، اونایی که بلود دارن، و به خاطر این بعد داخل کانال تلگراممون و گروه تلگراممون عضو شده باشین و یه تایم مشخص کنیم واسه دوئل با سابسکرایبرام و ضبط کردن ویدیوهاشون و گذاشتنشون داخل یوتیوب. امیدوارم که شما برنده این بازی باشین و ویدیوتون رو بتونیم ببینید داخل یوتیوب. میخواستم اینجا اینجا لاشیوزی در بیارم با کلت بزنم تق 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 تق. خب دیگه بریم سراغ ویدیو و گیم پلی نگاه کنیم با یکی از رفیقام کم کلنیه. با این کلت نگاه کن. و در مورد کلن، بچه‌ها کلنی که جمع کردم و یعنی بچه‌ها کمک کردن که جمع کنیم، واقعا عضوای قوی داره، در حدی که میتونم با اطمینان بگم بچه‌ها از من قوی ترن. اینجوری میتونم با کلت بزنم بخندم. واقعا عضوای قوی جمع کردیم دور خودمون و اگه مطمئنی از خودت که قوی هستی و بازی خوبه، حتما درخواست بده برای کلن بلاد استرایک. حاجی ای بابا ناراحت شدم. نه HP 300 بود که نمیدونم چرا از این گیر افتادی. ای دهن سرویس گیر نیفتادی، من گیر افتاده بودم نه تو. آجی چقدر دیگه میخوای بری تو من؟
بابا سنسیویتی دیگه چقدر میکنه. حاجی واقعا این اسیست آف سخته، نمیدونم چرا، فقط میدونم یکم سخته. حاجی من خودکشیم. ای خودکشی. I'm under attack. الان همون اسلایت برمیزنه عقب. نه من میدونستم اون کار. درست اصلا کاری که تو میکنی یه سی زایه طوری به من میده. وقتی که ای دهن تو سرویس. I'm under attack. Enemy struck. حاجی این دفعه بذار یکم منم اسلایت بزنم ببینیم چی میشه. اه. نه شانسو دیدی؟ نمردم. آها باش چون تو من گشتی خدا شکر کنم. حاجی باور کن میخورم بهت یک جا گیر میفتم نمیدونم چرا. اسلایت دیگه راه نمیره برای من. آدم اسلایت هم بزنم دست در ای مساوی. خب بچه اینم از این گیم پلی. اینجا من بهش گفتم که برو عشق کن، کیلا رو بچسب مساوی بابا، شدیم. کیلا رو بچسب چرت و پرت نگو. خلاصه که آره آقا اگه خوشتون اومد از این ویدیو حتما لایک کنین، کامنت بزنین، سابسکرایب کنین، عضو کانال تلگراممون بشید و تو ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.